یک نوجوان از بابایش پرسید: بابا جان، شما پیش چه طور زندگی می کردید؟ نه برق بود و نه اینترنت، نه هواپیما بود و نه کامپیوتر، نه ماشین بود و نه تلفن و تلویزیون. بابایش در جواب گفت: چه طوره که شما امروز زندگی دارید؟ نه قرآن است و نه نماز، نه مهر و محبت است و نه شفقت، نه احترام پدر و مادر است و نه آداب و اخلاق، نه شرم است و نه حیا. تنها فرق در این است که ما از دنیا بیخبر بودیم و از دین خبردار، و شما از دین بیخبر هستید و از دنیا خبردار. برادران عزیز، ما و شما را این دنیا اینقدر فریب داده است که اگر یک روز اینترنت نداشته باشیم و از شبکه‌های اینترنتی دور مانیم، اینقدر خواطر و پریشان می شویم مثل که چیزی از ما گم شده است. ولی بسیار مدت‌های طولانی قرآن را به دست نمی گیریم و تلاوت نمی کنیم، اما راحت زندگی می کنیم و پروا نداریم. الله مهربان همه ما و شما را هدایت کند به راه راست و چنین ایمان دهد که بدون قرآن و بدون نماز و بندگی الله جل جلاله اصلا زندگی خود را تصور کرده نتوانیم. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.